بعید میدونم مثلا مدیران تلویزیون بخوام سریال بد درست بکنن. حتما هر آدم عاقلی دوست داره. اون کسی که نمیتونه ماهاییم کپسش بر نمیاییم. البته منطقاً مدیر دوست نداره کارش کم بیننده باشه، به لحاظ ارزش‌های هنری و آرتیستیک کم مایه باشه، لاغر باشه، اما خب فهمم خیلی مهمه دیگه. اونو به هر کسی اندازه‌ای دادن. حالا ما اینا راجع به این دوره تاریخی داریم میگیم. نه من خوشحالم که شما میگی من با تلویزیون راحت کار کردم، خیلی خوشحالم. نه واقعیت آخه من چرا دروغ بگم؟ بدتر بهم دروغ. نه به خاطر اینکه اصلا خوشم هم نمیاد، خیلی وقتایی باهاشون بعضیاشون مشکل دارن به شدت، خودشون هم میدونن. ولی موقع کار کردن من یه آدم حرفه‌ای هستم، مثلا شوخی ندارم. در مورد حرفه ما نمیتونیم دروغ بگیم. بله. اگه در حرفه دروغ بگیم، من بگم که نمیذارن من کار بکنم، من از این دروغا زیاد شنیدم. تو بلد نیستی کار بکنی. خیلی وقتا تو باید یه راهی بری که این نفهمه. باید بتونی این کارو بکنی. باید بلد. منظورم نه اینکه کلا بذاریم سر کسی. منظورم اینه هنر زیباییش قشنگیش. مانع خوردی ناامید نشی، برنگردی یه راه دیگه پیدا بکنی. یه مثالی من میزنم همیشه راجع به هنرمندا، اینجا بگم جالبه. میگم تو خانواده یه کسی فوت میکنه، بعد میخوام برم به عمه خانم یا خاله خانم، یه کسی بگن خیلی همون حساسه، بنابراین میگن فلانی باید بیاد، حسین آقا باید بیاد، حسن بیاد، فلانی که تو فامیل اون بلده بگه. اون میاد میره یه جوری میگه به اون عمه خانم یا مادر بزرگه که اون قش نمیکنه. اون هنرمنده. اون کسی که بلده یه حرفو یه جوری بزنه که کسی قش نکنه، عصبانی نشه، خودشو نزنه. بنابراین خیلی از موقع ها مشکل ما این که بلد نیستیم. انقدر رو گفتیم که اونم فهمیده.